بسم الله نور. سلام علیکم ایرانیان عزیز و دوست داشتنی در سرتاسر دنیا. امیدوارم که احوال خوبی داشته باشید و ایام بر وفق مراد باشد. خب همونطوری که مستحضری دور دوم مذاکرات پایان پذیرفت و در اون جمع‌بندی به این نتیجه رسیدم که روز چهارشنبه دور اول مذاکرات فنی در عمان برگزار شود که علی‌الظاهر همونطوری که من رسانه‌های آمریکایی رو بررسی کردم، ظاهراً دولت ترامپ این درخواست به تعویق افتادن مذاکرات و اینکه در روز شنبه این دوره اول مذاکرات فنی برگزار شد، قرار بر این بود که در این مذاکرات آقای تخت روانچی و غریب‌آبادی به عنوان کارشناسان فنی و حقوقی در این مذاکرات باشند که در به تعویق افتادن مذاکره روند یک دیپلماسی سیاسی هم که آقای ویتکاف با وزیر امور خارجه کشورمان برنامه ریزی شده که در خلال مذاکرات فنی این روند سیاسی هم گفتگو شود. لذا دلیل این که ترامپ درخواست به تعویق افتادن مذاکره رو داشته، ظاهراً همونطوری که در رسانه‌های آمریکایی و شبکه‌های رسانه‌ای آمریکا گفته شده، فشارهای وارده بر آقای ترامپ، بر دولت ترامپ، یکی از دلایل عمده بوده که بنا به اظهارات سخنگوی کاخ سفید اینطور عنوان کردند که شرایط لوجستیکی و پشتیبانی مهیا نبوده برای انجام مذاکرات در روز چهارشنبه. به همین خاطر مذاکرات فنی به روز شنبه موکول شده و از طرف دیگر علی‌الظاهر همین سخنگوی کاخ سفید عنوان داشته که به دلیل تعهدی که دولت ترامپ به